تا حالا ترسی رو تجربه کردی که حتی وقتی بیداری ولت نکنه؟ امشب قراره با هم وارد همون کابوسا بشیم. واقعی ترین شب‌های هالووین. شماره 1. جسدی که دکور نبود. سال 2005 تو شهر دلاور آمریکا یه زن از طناب دار آویزون بود و مردم فکر میکردن یه دکور برای هالووینه. ولی چند ساعت بعد یکی از رهگذرا وقتی نزدیک جسد شد با صدای جیغ بلند گفت این واقعیه و همه فهمیدن واقعا جسد یه زن 42 ساله است که خودشو شب قبل دار زده بوده. در واقع مردم داشتن با یه جسد واقعی عکس یادگاری هالووین میگرفتن. شماره 2. قاتل نقابدار هالووین. سال 2012 تو لس آنجلس آمریکا یه مردی با ماسک مایکل مایرز شخصیت فیلم هالووین وارد یه مهمونی میشه. چون تو اون شب همه گیریم و لباسای عجیب و ترسناک دارن فکر کردن یه شوخی هالووینیه، اما اون واقعا به یکی از مهمونا با چاقو حمله میکنه و اونو میکشه. قاتل بعداً تو اعترافاتش گفته که از فیلم الهام گرفته بوده و میخواسته صحنه‌ها واقعی باشن. شماره 3. خانه سوخته اوهایو. تو سال 2014 یه گروه نوجوان تصمیم میگیرن به یه خونه قدیمی و متروکه خارج از شهر برای شب هالووین برن و از شجاعتشون فیلم بگیرن. دوربین روشن، نور موبایل، صدای خنده ها. یکیشون برای روشن شدن فضا یه شمع روشن کرد و پرده پوسیده اون خونه آتیش گرفت و کمتر از چند دقیقه کل خونه مثل جهنم شعله‌ور شد. آخرین چیزایی که ضبط شده صدای سرفه و جیغ اونا بوده. تو این حادثه 3 نفر از 5 نفر فوت شدن. پلیس گفته هیچ وقت فیلم رو عمومی نکردیم چون واقعا وحشتناک و دلخراشه. شماره 4. دختر گم شده جشن. پرونده چلسی براک 22 ساله. 31 اکتبر 2014 توی مهمونی 800 نفره یه دختر گم میشه که آخرین بار کنار استیج با یه غریبه دیده شده بود. جسدش تو آوریل 2015 یعنی تقریباً 5 ماه بعد پیدا شد و هنوز لباس بنفش و ماسک هالووینش باهاش بود. قاتلش تو اعترافاتش گفته فکر میکرده که دختر بیچاره بیهوش شده، نه اینکه مرده باشه. شماره 5. پدر آبنباتی. پرونده رونالد اوبراین که پسرش بعد از خوردن آبنباتای آغشته به سیانور مرد. این اتفاق تو 31 اکتبر 1974 افتاده. وحشتناکه، اما پدرش آبنباتا رو آلوده کرده بود تا از بیمه عمر پسرش پول بگیره. بعد از اون سال تو آمریکا تا مدت‌ها پدر و مادرها آبنباتای شب هالووین بچه‌هاشون رو چک می‌کردن. اگر به ویدیو علاقه داشتید خوشحال میشم سابسکرایبم کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید.